27 دکامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان ناشنوای ناحیه رودکی بازدید نموده با فعالیت آن شناس شدند. السلام محترم پیشوای محبوب ما، احیاگری این ملت، بنیادگری این دولت، گشته به همه محبوب، ای سروری با همت، سال نوی میلادی مبارک باشد پیشوای ملت. ضمن بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان چون عنعنه نیک به تربیتگرندگان مکتب اینترنت تحفه های عیدانه تقدیم نموده آنها را با فرارسی سال نو میلادی تهنیت گفتند. تحفه های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که این نوبت به خوانندگان مکتب اینترنت تقدیم گردید از سر و لباس گرم، پایافزال زمستانه، شیرینی های گوناگون عبارت است که دسترخوان عیدانه آنها را رنگین و روحشان را بالیده می‌گرداند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بعد تقدیم تحفه ها به کودکان در صحن حولی مکتب اینترنت با تربیتگیرندگان و آموزگاران صحبت صمیمی دایر کرده اوید به دستگیری های همیشگی و روزافزون رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اندیشه رانی کردند. تاکید گردید که دولت و حکومت کشور همیشه به تعلیم و تربیت افرادی که با امر تقدیر به غمخواری نیاز دارند کمک عملی میرساند، زیرا در سیاست دولت ما غمخواری کردن در حق یتیمان و معیوبان، احتیاجمندان و فرزندان از عائله‌های کم‌بضاعت موقع مخصوص دارد. تشبس‌های دولت و حکومت را در این سمت اینچنین دیگر ساختار و مقامات دولتی، نهادهای غیر حکومتی، شخصان سخاوتمند و احسانکار همه‌جانبه دستگیری نموده، سالهای آخر جهت یارمندی به قشر نیازمند جامعه بهتر گردانیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت و تحکیم پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی آنها کارهای زیاد عملی شده استادند. حکومت کشور جهت دستگیری گروه‌های نیازمند جامعه، فراگیری آنها با تحصیلات باصفت و تأمینات آنها با شرایط ضروری تدبیرهای عملی می‌اندیشد و من بعد نیز مبلغ‌گذاری به این نمود مؤسسه‌های تعلیمی را افزایش می‌دهد. حالا خوانندگان مکتب اینترنت‌های کشورمان با لباس، خوراک، جای خواب و اشیای تعلیمی پر تامین بوده در برابر غمخواری‌های حکومت کشور در عرفه جشن و مراسم‌ها و دیگر صحنه‌های تاریخی از جانب سرپرستان، شخصان سخاوتمند و صاحبکاران وطنی کمک‌های خیریوی از جمله لباس، مواد خوراکه و اشیای تعلیمی رسانده می‌شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که همیشه با خصلت نجیب و نادر رعیت پروری خویش در فکر بهبودی شرایط زندگی مردم احتیاجمند، یتیمان، برجاماندگان و شخصان بی‌سرابان و کم‌بضاعت میباشند، توجه مخصوص ظاهر کردن به این طبقه نیازمند را از اهل جامعه بارها طلب می‌نمایند. امروز از جانب پیشوای ملت به مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان ناشنوای ناحیه رودکی برای به سیر و تماشا برآمدن 2 عدد اتوبوس تقدیم گردید. پیشوای ملت به حکومت مملکت دستور دادند برای باز هم بهتر کردن شرایط تعلیم و زیست تربیتگیرندگان مؤسسه را پرره از تعمیر اساسی برآورند و یک تالار ورزشی برای مشق و تمرین بنیاد نمایند، زیرا آنها شخصا از دست راهبر غمخوار خویش سر و لباس، پایافزال و شیرینی‌های گوناگون گرفتند. خوانندگان مکتب اینترنت به پیشوای ملت در جواب به همه غمخواری‌ها اظهار سپاس و منتداری کردند. ای سروری همت بلند، خواهیم که جوان باشید، با رحمی همه بدکش مشهوری جهان باشید. محترم جناب عالی،
قدم مبارک شما را به این مؤسسه تعلیمی خیر مقدم گفته از نام کل کودکان جمهوری در این سال نو میلادی برایتان تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. با توجه و دستگیری غمخوری‌های پدرانه شما ما کودکان و نورسان خود را خوشبخت‌ترین کودکان این دوران می حسابیم. این سال نو میلادی مبارک باشد. در دوران حکمرانی شاه رومی 2050 سال پیش سالشوی نو تهیه شده عصر نو تکامل یافت و به نام همان شاه گذاشته شده که به 1 ینور برابر می بیاید. دستگیری طبقه نیازمند جامعه، معیوبان و بی‌پرستاران در محور سیاست پیش گرفته شما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی قرار داشته. ما کودکان و نورسان غمخواری و توجه شما را دائم حس میکنیم. در این مؤسسه دولتی مکتب اینترنت برای کودکان ناشنوا 621 نفر کودکان امکاناتشان محدود از تمام قلمرو جمهوری بر دود و باش قرار داشته. از این 412 نفرشان پسر، 209 نفر را دختران تشکیل میدهند. ما کودکان در این مکتب خود را خیلی خوب حس میکنیم، زیرا که در اینجا شرایط مساعد فراهم آورده شده است. من و همسالان من آرزو داریم که برنامه‌ساز، ساختمانچی، چیلانگر و دیگر کسب‌ها را انتخاب نموده در آینده به وطنمان خدمت کنیم. در مکتب اینترنت رابطه عائلوی خیلی خوب به راه مانده شده. پدر و مادران، خویش و تباران می توانند هر وقتی که خواهند ما را عیادت کنند یا اینکه امکانیت دارند که روزهای شنبه و یک شنبه به دیدار ما روند. خدمت رسانی در آشخانه مکتب خیلی خوب بوده. در یک روز ما 3 مرتبه غذا میگیریم. از همه به عوض همه این توجه و غمخوری های زیاد ما شما را باور میکنیم که پیشوای ملت میگردیم. باری دیگر سال نوی میلادی را با تمام دستاورد اقبال‌های نو صمیمانه شما پیشوای ملت و هیئت همراهانتان را تبریک میکنیم. تشکر از توجهتان. عین حال در مؤسسه مذکور 400 نفر از شهر و ناحیه‌های مملکت به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در دایره دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه دائمی سرور دولت در مکتب اینترنت شرایط معاصر برای آموزش و زیست و زندگانی فراهم آورده شده است. از جمله مکتب اینترنت دارای 31 صنفخانه فنی بوده. همچنین از کابینت‌های متدی، صنفخانه کامپیوتری با 22 عدد کامپیوتر عبارت است. کتابخانه تعلیمگاه با 8200 نسخه کتاب تعلیمی تامین بوده. همچنین نزدیک به 3000 کتاب بدیعی برای مطالعه دسترسی خوانندگان میباشد. کتاب مخصوص ایما و اشاره برای صنف‌های از 1 تا 3 به پررگی دسترسی خوانندگان میباشد. در مکتب اینترنت جمهوری کودکان ناشنوای ناحیه رودکی توجه خاصه به فعالیت متخصصان ظاهر گردیده. در این دایره نزدیک به 60 نفر آموزگاران صاحب تخصص که از کورس‌های مخصوصی بازآموزی گذرانده شده‌اند به تربیتگرندگان درس میگویند. مورد ذکر است که همچنین 7 نفر آموزگار امکاناتشان محدود نیز به درس آموزی مشغول میباشند. مسلم است که شرط و شرایط و امکانات زیست و زندگانی نفران امکاناتشان محدود زیر توجه دائمی و شخصی سرور دولت قرار داشته. در این دایره در سراسر مملکت پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. از جمله دوام چند سال آخر مکتب اینترنتی مذکور از تعمیر و ترمیم پوره برآورده شده. خوابگاه مؤسسه با 400 کت خواب با شرایط معاصر و ضروری تامین گردید. اتاق طبی که برای معالجه کودکان پیش بینی گردیده است با 3 کت خواب تامین بوده. در آن دستگاه‌های ضروری ساحوی وصل و نصب گردیدند و نفرانی که به معالجه فرا گرفته شدند به داروباری رایگان دسترسی دارند. همچنین مجلسگاه با بیشتر از 300 جای نشست موجود بوده. خوانندگان در آشخانه با 5 وقت خوراکی گرم و سرغذا تامین میباشند. اینچنین خانه استراحتی، میدانچه‌های ورزشی در حدود مکتب اینترنت بنیاد یافته، حمام برای کودکان و دیگر شرایط‌های ضروری مهیا کرده شده است. سرور دولت به آموزگاران دستور دادند که نسبت به تربیتگرندگان مکتب اینترنت غمخوار و مهربان باشند و تمام کوشش را به خرج دهند
то хонандагон аз донишҳои муосир ҳамаҷониба бархурдор гарданд. дар охир президенти мамлакат бо итминон иброз доштанд ки хонандагон дар оғӯши гарми модарватан тарбияи шоиста гирифта дар оянда дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти давлат ва ҷомеа хизмат менамоянд ва тамоми донишу малакаи худро барои пешрафти кишвари азизамон сафарбар мекунанд. یک جواب تشکر. من همه شما را خوش می‌دارم.